ایام کروپسیه نوسیر رحمت‌اللهی راننده است. 5 روز پیش درباره نو شدن سمتی حرکتی خطسری رقم 8 فهمیده فعالیتش را در آن آغاز کرد. میگوید که روزهای اول ساکنان در حیرت بودند زیرا آنها در مورد عوض شدن سمتی حرکت معلومات نداشتند، گرچه که در نقلیات آویزه‌ها در مورد از کجا به کجا روانه بودن نقلیات نصب شده بود. آنچه بهبودی های پیشروی های روی خلق عادت کردن. همروزه نوسیر رحمت‌اللهی 6 مرتبه به این خط سیر می‌براید. سمتی حرکتی نوی آن از بیمارخانه سایچه آغاز یافته به سمت بازار پنجشنبه، دانشگاه دولتی خوجند تا محله چشمه می‌رود. در رفت یک خط سیر به نقلیات نزدیک 60 نفر ساکنان سوار می‌شوند. دوامی روز باشد این رقم به نزدیک 350 نفر برابر می‌شود. اینجا ماشین نبود که پراستش کار سوس بود، ماشین نمی‌برامد. این از وجودگی ازمینه نشدگی خلق می نداره ماشین. سودینتا باید رفتم میشن. ساکنان محله قابل سرکوری ناحیه باباجان مخفف ابراز نمودند که بعد از نو شدن سمتی حرکتی خطسری رقم 8 کاری آنها آسان‌تر شد، زیرا پیشتر به سمت بازار پنجشنبه آنها با 2 نقلیات سفر برمی‌شدند یا اینکه 2-3 ایستگاه پیاده می‌رفتند تا به نقلیات ضروری سوار شوند. من پیش خلقنده ماشین کمتر بود. او زمان پنجشنبه روی قیم بود. خلق 2 تا ماشین که رو میکرد. او زمان یک بار پنجشنبه که میرد خلق کلاش سو شد. اما مولی این جنگا سراب پنسنیر آسان. پیشتر من این مشروط که چهاربه ها کوچی دور به میرفتیم. اکنون حاضر من این اتیک در ما سر شده تا بازار پنجشنبه بوده میفرارن. ماشین کم بودی اونجا شرایط چال وزن بود. من حاضر نقشه است خیلی عجایب ناز. با گفته متخصصان خطسری رقم 8 قریب اسباب باز مانده بود. روزهای شدند که در یک روز یک نقلیات به کار می‌برآمد. از این حساب تصمیم گرفتند که سمتی حرکت را عوض کنند. عین حال در خط سیری رقم 8 14 نقلیات فعالیت می‌برد. آن از ساعت 5:40 تا ساعت 19 کار می‌کند. مسافه خط سیر 17 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. ما از سبب همین خط سیر شدن ما قریب این خط سیر باز مانده بود. چون که فعالیت باز مانده بود کار وای نشد. از سبب استودنتا برای رفت آمدش به دانشگاه قریب 2 ماشین که رفته می آمد برای ما یک وای آوردیم که ما برای آسان رفت آمدش هم خط سیر با پنجشنبه برای خیگو رفتنش آسان گردیدن همین تشکیل کردیم. از اول سمتی حرکتی خطسری رقم 8 از طرف محله سبزار میکرانوی 2034 به سمت محله چشمه میرفت. حالا باشد پورنیو قسماً عوض شده است. با گفته محسن محمودبایف راننده خطسری رقم 8 پیشتر به نقلیات کم ساکنان سوار میشدند. حالا باشد از عوض شدن سمتی حرکت مسافران خیلی خوشحال شدند. پونز چشمه هم با خبر شده وقتشون çok دو کدن کم پیرون که نیورم مثال اینستود میرفت 2 تا ماشین که میرفته بود من یک تا ماشین که میرفته وقتشون çok کم شده. نمایندگان خطسری رقم 8 ابراز نمودند که روزهای نزدیک بعد از آغاز شدن سال خونشی نو مقدار نقلیات در خطسری زیاد می شود. اینشین در نظر است که جدول وقتی رفت و آمد نقلیات را کوتاه‌تر کنند، یعنی در 5 دقیقه یک نقلیات به خطسری می‌براید. گزارش مهرانگیزی عبدالحق و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.